پارلمان تاجیکستان سندی را به تصویب رساند که بر پایه آن کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سپد می توانند در حالتهای ضروری جزو تامها و تجهیزات نظامی خود را بدون ممانعت به قلمروهای یکدیگر از جمله تاجیکستان انتقال دهند. سازشنامه اوید به همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی درباره حمل و نقل جزو تامها و دیگر واحدهای حربی، مال و ملک منقول آنها و محصولات تعینات حربی روز 2 اکتبر از سوی شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در پارلمان کشور معرفی شد. این سند هنوز 15 سپتامبر سال 2015 در شهر دوشنبه از جانب سران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی امضا شده بود و هدف اصلی آن انتقال بدون ممانعت تجهیزات حربی از قلمرو کشورهای عضو سپد از جمله تاجیکستان می باشد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان حین معرفی این سند گفت که آن در نوسازی ارتش تاجیکستان و مقابله با خطر و تهدیدها به امنیت کشور مساعدت میکند، چون در حالت ضروری نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی میتواند به کمک تاجیکستان برسند. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز تصویب این قانون را مهم خواند، زیرا به قول او در صورت رخ دادن حادثه های فوق العاده و فوری ترتیبات گمرکی و گرفتن اجازه از کشورها برای انتقال تجهیزات حربی وقت زیاد را طلب میکند و از این لحاظ این سند میتواند در حل این مشکل مساعدت کند. در این اجلاسی همچنین اوید به تمدید مدت اعتباری سازشنامه درباره تشکیل نمودن نظام یگانه حمایت تکنیکی راههای آهن کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمع بحث و بررسی شد و پارلمان نیز آن را تصویب کرد. این سند 28 اپریل سال 2003 به تصویب رسیده همچون یک حجت مهم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تا زمان وجود این نهاد اعتراف شده است. بر پایه این سند تامین امنیت این راهها بر عهده نیروهای مسلح روسیه واگذار شده است. پیمان امنیتی دست جمعی سال 1992 در شهر تاشکند امضا شده. سال 2002 به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تغییر نام کرد. با عضویت این سازمان منطقوی سیاسی که هدفش تامین امنیت در قلمرو کشورهای عضو است، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل هستند.